چین، کشور اژدها. شاید اگر به شما پیشنهاد غذای چینی شود، در ذهن ما تصویری از غذایی مشمئز کننده و عجیب تداعی شود. بیشتر آن که ممکن است به علت ذهنیت عامه ما ایرانی‌ها تصوری غلط از طعم و مزه انتخاب مواد غذایی خاص حالتی ناخوشایند برای ما ایجاد شود. ولی چین کشوری باستانی با تنوع اقلیمی و فرهنگی زیاد و قدمتی به درازای تاریخ دارای سبک‌های آشپزی منحصر به فردی است که آمیخته با هنر و فرهنگ غنی چین است. یکی از سبک‌های برجسته و منحصر به فرد آشپزی چینی که ریشه در جامعه